در قلب پایتخت، در فضای پرشور مرکز نمایشگاه‌های بین‌المللی کابل، یکی از بزرگترین رویدادهای اقتصادی سال برگزار شد. نمایشگاه بین‌المللی افغان قزاق، جایی که دو ملت، دو فرهنگ و دو اقتصاد در مسیر همکاری و توسعه کنار هم قرار گرفتند. این نمایشگاه که به تاریخ 22 اپریل سال 2025 برگزار شد، با حضور ده‌ها شرکت خصوصی، نهادهای اقتصادی و مقامات عالی رتبه از افغانستان و قزاقستان، فرصت تازه برای گفتگو، معرفی تولیدات و امضای تفاهم نامه‌های تجاری بود. My name is Alisher. This is the product I represent. This is wheat flour, Cessna, most famous wheat flour company in Kazakhstan, #1 quality. We came here, we supply Afghanistan market for 30 years already, and we came for the exhibition to find new partners to continue the progress and the connection between Kazakhstan and Afghanistan. Are just your products just this week? Or? Wheat flour, also macaroni, pasta. How you can help Afghanistan market? Well, we supply for 30 years already, and we continue supplying. Inshallah, we'll be working together for 30 more years at least. And how this exhibition will help finding new partners in Afghanistan, find new partners to supply more. در این رویداد 3 روزه محصولات متنوعی از جمله فرآورده‌های کشاورزی، مواد غذایی، صنایع سبک و خدمات تجاری به نمایش گذاشته شد. حضور فعال تاجران افغان به ویژه از ولایت‌های مختلف کشور نشان از ظرفیت بالای صادرات و توانمندی تولیدات داخلی دارد. نام تو بهترین سرآغاز به نام تو نامه کی کنم باز. اسم من عبدالمجید صدیقی است، باشنده کابل هستم. فعلا آمدیم در نمایشگاه طعم چای برای نمایش گذاشتیم که طعم چای ما که خودم آماده ساختیم. ترکیباتش سیاه‌دانه، زعفران، گل یاس، گل محمدی است و این هم طعم چای ما هستند که ترکیباتش هم در پشتش نوشته است بدون کدام مواد جانبی و با ضمانت. و ترکیباتش به خاطر خشخش سینه، نفس تنگی، چربی خون و دیابت هم کنترل میکنه. اینا میتونن مثل چای عادی استفاده کنن؟ بله، هم به مثل چای عادی استفاده میشه و هم به مثل عادی استفاده میشه که برای چای به خاطر نفس تنگی، خشخش سینه، آرامش اعصاب، قلب، دیابت، شکر هم کنترل میکنه. چند روز شما در نمایشگاه آمدید؟ روز دوم است که آمدیم. بله. چند روز میشه نمایشگاه؟ این نمایشگاه خب میگن که روز اخیرش است، نگه نمیفهمیم که فردا برگزار میشه نمیشه. چقدر فایده برای شما میرسه؟ برای محصولتون، برای خودتون این نمایشگاه چقدر فایده میرسه؟ این فایده ور خیلی زیاد است، چون که بر خود ما هم یک مارکتینگ میشه و هم فروشات ما میشه. خدا را شکر 1000 بار کمی نمایشگاهی که بر ما برگزار شده بسیار یک فایده ور است. خوش شدیم از شما کدام
گفتنی خودتون در آخر دارین؟ در آخر یک شعر دارم که به خدمت هموطنان عزیز قرار بدیم. افتاده درختی که بر خود میبالید، از داغ تبر ز غم مینالید. گفتم از چی کس این چنین زشت به تو زد؟ گفت آن کس که زیر سایه هم میخوابید. روابط اقتصادی میان افغانستان و قزاقستان در سالهای اخیر رشد چشمگیری داشته است. برگزاری این نمایشگاه تنها نشانه از این گسترش نیست، بلکه نشانه از اعتماد و امید به آینده مشترک میان دو کشور نیز هست. با هدف رسانیدن حجم تجارت دوجانبه به بیش از 3 میلیارد دلار، این نوع رویدادها می توانند نقش کلیدی در شکل گیری بازارهای پایدار، افزایش اشتغال و تبادل دانش و فناوری ایفا کنند. سلام مرسه به شما. سلام علیکم. خوب هست انشالله؟ تشکر، سلامت باشید. می نمایشگاه چطور بود به نظر شما؟ والا این از بازدید کننده ها پرسان بکنین. ما از طرف قزاقستان آمدیم. نتیجهش انشالله امیدوار هستیم که نتیجه خوبی داشته باشه. ما از دوستا پرسیدیم از کسایی که بازدید کرده بودن، از طوری که خودتان از قزاقستان اومدیم که از خودتان هم پرسان کنیم، نظر خودتان هم داشته باشید. ما راضی هستیم. تشکر. خیر بشین. سلام. نمایشگاه بین المللی افغان قزاق فراتر از یک گردهمایی اقتصادی، پل است میان مردم و سرمایه گذار و چشماندازی نیز برای آینده بهتر.